نمیدونم آمادگی شنیدن اینو داری که تو به هر چیزی که داری توجه میکنی داری بهش انرژی میدی و همون چیز تو زندگی تو نمایان پیدا میکنه. اگه توجه رو جنگ و ترس و قحطی و بیماریه، خودت داری برای خودت اونا رو خلق میکنی. به این تصویر نگاه بکن، تو یه موجود فرکانسی هستی و تمام این فرکانس ها رو میتونی تجربه و زندگیش بکنی و خودت انتخاب میکنی که تو چه فرکانسی بازی بکنی، تو چه فرکانسی زندگی بکنی. و این سیستم از این قدرت تو آگاه بود و از این قدرت تو بر علیه خودت استفاده کرد، تو رو درگیر فرکانسای ترس و خشم و نگرانی و احساس گناه بکنه. پایین ترین فرکانسای جهان هستی و هر چیزی که اطرافمونه و هر چیزی که تو زندگیمون الان هست نسبت به فرکانسمونه که داریم تجربهش میکنیم. خودمون خلقش کردیم تو زندگیمون، خودمون جذبش کردیم. مولانا میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا. ما نمیتونیم توجهمون رو بیاریم روی جنگ و ترس و بیماری و قحطی و از اون طرف انتظار داشته باشیم که عشق رو جذب کنیم، انتظار داشته باشیم که ثروت و برکت رو جذب کنیم، تو صلح باشیم. ما به هر چیزی که توجه میکنیم از همون بازتاب تو زندگی ما برمیگرده. ما از ابعاد بالاتر اومدیم که روی این زمین فرکانس عشق رو تجربه بکنیم، اومدیم که تو حالت فیزیکی بتونیم فرکانس نیروانا رو تجربه بکنیم، به قدرتایی که داریم تو حالت فیزیکی دست پیدا بکنیم. به این تصویر نگاه بکن، ما همه قطره ای از پروردگاریم. ما پادشاهی هستیم که خواب دیده گدا شده، ولی این سیستم از این قدرتی که ما داشتیم آگاه بود و ما رو از این موجود قدرتمند تبدیل کرده به یه موجودی که همش در ترس و نگرانی و اضطرابه و همش نگران آیندهشه. تو فقط باید بیدار بشی، فقط باید یادت بیاد که تو کی هستی، چی هستی، اینجا چی کار میکنی و چقدر قدرتمندی. من برادر کوچیکتر تو، این حرفا رو بهش فکر بکن. من تو این مسیر کنار تو هستم، دوستت دارم.